انسان‌های 1000 بار لا اله الا الله گفتن و هیچ کسی ندونست که این داره ذکر میکنه. انسان‌های بالاخره عبادت‌های بزرگی انجام دادن در آن حالی که اطرافیان هم متوجه نشدن که ایشون عبادت میکنه. بعضی وقت انسان عبادتی میکند، عالم و آدم رو خبر میکند، به همه خبر میدهد و حتی دیگران متوجه بشن علائمی از خودش نشن، خمیازه میکرد. چی شده؟ خوابت گرفته؟ آخه من دیشب کل شب رو نماز تهجد خواندم، من دیشب بیدار بودم. الان خمیازه ندارد اما خمیازه میکشه تا دیگران چی است متوجه بشن. اظهار گرسنگی میکنه. چی شده؟ من آخه امروز روزه ام، من آخه امروز چی ام؟ روزه ام. میخواد همه بفهمن، متوجه بشن که اون روزه است. در آن حالی که انسان‌هایی بودن 13 سال چیزی کمی نیست ایشون روزه بودن، حتی خانواده هم مطلع نشد که ایشون روزه. بسیاری از انسان‌ها عبادت‌های طولانی داشتن، عبادت‌های زیادی داشتن، اما حتی خانواده هم متوجه نشده که ایشون این عبادات رو انجام. الله رب العالمین فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیا. شما عبادت کنید پروردگار خودتون رو در حالت عاجزی. هرچی عبادت شما بیشتر میشود تضرع شما بیشتر بشه، عاجزی شما بیشتر بشه. چه زمانی عاجزی انسان زیاد میشه؟ زمانی که انسان عبادتها رو از جانب الله بداند، از جانب الله رب العالمین بداند. من نماز صبح رو با جماعت خواندم، اینو کمال خودش نداند، این رو لطف الله بداند. الله به من توفیق داد، من نماز صبح رو خواندم. نماز جمعه آمده، این رو احسان الله بداند. الله در حق من احسان کرده، من توفیق داد که نماز جمعه رو خواندم. تهجد میخواند، تهجد رو به خودش نسبت نده، نتیجه کمالات خودش نداند، اینو فضل الله بداند. الله به من توفیق داد تا من تهجد بخوانم. اگر انسان اینها رو به خداوند متعال نسبت بدهد، اون زمان در انسان تکبر و غرور نمی آید. اما همه رو به خودش نسبت بده، این من بودم تهجد میخوانم، منم که زکات میدم، منم که نمیدونم 5 وقت نماز رو با جماعت میخوانم، در انسان چی می آید؟ غرور میاد و در انسان تکبر.